پیام دارم به اون نفرانی که امروزها در پی جشن گرفتن سال نو هستند، در پی برپا کردن بزم و محفل های شیطانی هستند، محفل های شراب، رقص و موسیقی، اختلاط زنان و مردان. از الله بترسید برادران عزیز. بیش از این الله رب العالمین را به غضب نآورید. این کاری که شما میکنید الله رب العالمین را به غضب میآورد. این را شما خوب میدانید که شما گناه انجام داده ایستادید و از این گناهی که انجام میدهید الله رب العالمین ناراض میشود و تنها شیطان خوشنود میشود. شما خوب میدانید که از علما و مجتهدین اهل اسلام هیچ کسی فتوا بر جایز بودن جشن گرفتن سال نو صادر نکردند. هیچ عالم و مجتهد فتوا نداده است که جشن گرفتن سال نو حلال است و درست است. پس شما چگونه این گناهان هلاک‌آور را به انجام میرسانید؟ از الله نمیترسید؟ چگونه شما عید مذهبی نصرانی ها را که از خدا و پیامبر و از خود شما بیزار هستند شما جشن میگیرید؟ واقعا شرم‌آور است و خنده آور است. از الله بترسید. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله رب العالمین میترسانم که دیر یا زود شما را دامنگیر می شود. الله رب العالمین می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که شما انجام می دهید. پس وقتی که در جشن گرفتن سال نو شما محفل های شیطانی برپا می کنید، محفل شراب و موسیقی و اختلاط زنان و مردان، که در این محفل ها چقدر جوان ها به زنا دست میزنند و دیگر کارهای فحش و بی‌حیایی را انجام میدهند، شما خیال میکنید که شما بی جزا میمانید و خداوند شما را فراموش میکند؟ العیاذ بالله. وقتی که شما این چنین گناهان کبیره را انجام میدهید انتظار عذاب الله باشید.